سلام. زنده باشی. مادر خدمت خوب نستم. هستی؟ اسم زاده تو خدا من چیکار کنم؟ موقع من شارژم تموم شد چیکار کنم؟ من گفتم اگه رو راست با من باشی. خب رو راست چیکار کنم؟ من با بقیه کار ندارم، با هیچ کس هم. من چیکار کردم تو دانشگاه شما اینطوری فکر میکنی؟ من اینطورم فکر نمیکنم. من گفتم فکر میکنم. اگه میخوای کمکت کنم. من که گفتم شده قرضم کنم پولشو بهتون میدم. دست گفت پر نکنم. خب پس شما من چی میخوای؟ مگه اول نیومدی به من گفتی خانم شیری روز اول من نگفتی خانم شیری من آدمی نیستم که چیزی بخوام، من هیچی ازت نمیخوام، فقط کمکت میکنم. حالا اگه بخوای کمکت کنم من در خدمتتون هستم. خب چی کار کنم؟ کمک میخوام، من بدبخت نیستم اگه با ادامه چیز نکنم. حالا خودت میدونی اگه باشه من ببین چیزی نمیتونم بشنم اینجا 2 ساعت مثلا بگم چل یا اینو نه. من کمکت میکنم، با من رو راست باشی کمکت میکنم. خب رو راست چجوری باشم؟ من که رو راست دارم بهت میگم، من چون داشته تاری سرم تکون ندادم. ببین تو با من رو راست من هی بهت میگم تو حرف خودت میزنی. اگه با من رو راست باشی من هستم در خدمتتون، نباشی نه. خودت خب رو راست یعنی چی؟ حالا خودت باید بدونی یعنی چی. خب رو راست چی کن؟ من نمیفهمم به قرآن مجید. نه اگه با هست من در خدمتتون هستم. نه خب من باید چیکار کنم؟ نمیدونم راحت روشی راحت هر جور که راحتی چیکار کنم؟ من ترم آخرم باید این خراب شده برم. پدرم اگه چیز برسه پدرم من گفته دیگه اجازه نمیدم. نه من برات کمک میکنم. ببین ترم گذاشتم برات کمک کردم، تو اون کارو کردی کمکت نکردم، اون درس افتادی خودت هم که دیدی. بخاطر اینکه من اینجا برگشتم کسای 2-3 گرفته بودی برات گفتم 10 بده، ولی تو بزرگی خودت نشون دادی آقا اسماعیل زاده. من بهت کمک کردم ولی تو بالاخره خودتو زدی با اون راه. آقا اسماعیل زاده تو هر روز اول به من گفتی چی؟ گفتی من اصلا چیزی نمیخوام حتی امروز هم. آقا اسماعیل زاده دیگه زدم به سیم آخر. فقط اگه قرار باشه کاری هم کنم فقط باید بین خودمون باشه. باشه دیگه منم شاید نمیکنم که بین خودمون باشه. اگه هست من در خدمت هستم. چیکار باید بکنم؟ فردا رو برات راحت مراقبش رو چیز میکنم بهشون عوض کنی یا تقلب کنی. میتونی سوالا رو به من بدی؟ اون سوال‌ها رو جمعه برات میدم. اونم سوالا رو نمیدم، سوالا رو یه جای با هم میشینیم برات میگم حل میکنی و حتی میتونم برات ورقش هم بگیرم بیارم بنویسی اونجا من خودم ببرم برات. ببین من الان 11 امتحان دارم با 14 هم امتحان 11 رو میخوام، هم امتحانی که 2 تا 14 دارم. ببین الان 2 تا 14 برات ورقه هاشو میارم. بقیه‌اش هم خودم اونجا کمکت میکنم. خودم هم نبودم مراقب نمیتونم، من هیچی بلد نیستم. آقا اسماعیل زاده تقلب بنویس بیار اونجا. یا اون کسی که بابا مگه تئوریه بابا، اقتصاد کلانه 11 من برات ورقه عوض میکنم. ورقه عوض میکنه بچه ها خودت؟ بچه ها چون درس خوب نوشتن برات 14 میگیرم. 14 هم جمعه یا پنجشنبه شب با هم میشیم و من کمکت میکنم. سوالا رو طوری میکنم فقط اون چند تا سوال داری اونها رو یاد میگیری و مینویسی میبری اونجا. هم مالی هم چیز هم مالی و همون یکی داره. بعد من باید که چیز کنم برای شما. خب دیگه مگه نمیره پنجشنبه؟ هم موقع الان کجا هستی؟ من که الان فرقونه دوستم حالم بده نمیشه مثلا 15 چیز کنی یا 14 بعد از امتحان؟ نه من شرمنده. الان میشه شما حرف منو قبول نداری؟ ببین شما حرف منو باید قبول داشته باشی دیگه. من حرف شما قبول ندارم، شما نمیتونی اصلا قبول نداری. الان من یه مشکل دارم نمیتونم باتون راحت باشم. منظور منو گرفتی؟ من میگم شما الان میتونید دوستتو به یه جای دیگه من بیام ببینم اونجا؟ نه اینجا که الان دوستاش من درس میخوام واسه همینم من امشب اومدم. کار من نمیمونه جان، یه نیم ساعت برمیگردم. الان اینجا نمیتونم، اگه میشد که میگفتم بیا. اگه بریم چی هست من هستم، من بیام کمکتم میکنم. بعد بهش بگو یه نیم ساعت چیز داشته خیلی دوست هست میگه خود اخلاقشو میدونه چیکار. من یه نیم ساعت برمیگردم. همون شب جمعه یا 5 جمعه؟ نه چون شب جمعه هیچ. الان میخوای بالاخره
الان نمیتونم خونه مردم چی بگم، میگم من میخوام بیارم دوستم از خونش منو بیرون کنه. شما خودت راحت راه چی آقا اسماعیل یه حرف میزنی مثلا من هر روز اینجا چیزی کاری کردم دیگه تو خدا اینجوری با من حرف نزن، به خدا فکر می‌کنم یه من این کارو نمیگم دوستتون نیست بگی بره نمیتونم. من میتونستم گفتم الان یه دیگه راحت بشم حداقل این قضیه. چیکار کنم دیگه اعصاب ندارم. بخواد دیروز رگم گرفت من با شما ازم درد دل کنم، من به شما بگم کمکم کنید، شما که دست دیگران داری برخورد میکنی برادر من. بس پنجشنبه میاد شب یا پنجشنبه یا جمعه. نه جمعه، پنجشنبه شب میای. آره تو پنجشنبه بعد از ظهر هم پنجشنبه از ظهر کجا؟ آره امتحان نداریم یا پنجشنبه من هماهنگ کنم دیگه یا خونه شما. من یک شنبه امتحان. من که خونه ندارم که اینجا. من اون روزم بهتون گفتم من ردیف میکنم برای پنجشنبه رو. آره باش فقط تنها باشید. خوب که زبان میگه کسی هم بیاد. ببین من خودم چیزی نیستم که آبی خودم برم به حقال اینه. من هیچ کاری با اون انجام نمیدم، هیچ کاری. شما مطمئن باشید. خب با من چیکار کنم آقا اسماعیل زاده؟ رو که ازت میپرسم. یعنی چیکار کنی؟ خب با چیکار کنی؟ یعنی با من ساده راست باشی، ساده. من دخترم دیگه از این مالتا. ببین دیگه تو اینجا دیگه به من اعتماد نداری. من دارم بهت میگم یه فردا نیم بله سرم بیاری که فردا شوهرم هم طلاقم بده. من نامزد دارم. ببین دیدی با من صادق نیستی. من اون روز کپی شناسنامه تو بهت نشون دادم موقعی که وام می‌خواستی بگیری. بهت گفتم نامزدتم اینجا ننوشتی. یعنی خب من نامزد نداشتم. من میدونم. ببین من مجردم. من بله برون یعنی درد خواستگاری بوده، تازه اونم تازه است. نه ببین اینا رو بذار کنار. یعنی چی؟ یعنی منظورتون رو به من بگین. یعنی چی؟ من نمیفهمم. یعنی چی نمیفهم؟ راحت تری که پنجشنبه میای من بهت بگم. نه اینو اول به من بگین. من به خودم هم شک میکنم آقای اسماعیل. یعنی چی شک میکنی؟ چی رو شک میکنی؟ یعنی شما میگی کپی شناسنامه‌تو بد نشون تو شناسنامه من چیزی نوشته شده بود؟ من اونجا بهت نشون دادم که تو نامزد نداری. همش یک سال دم از نامزد حرف میزنی. مگه نامزد میان تو شناسنامه مینویسن؟ عقد کرده رو مینویسن آقای اسماعیل زاده. نامزد 2 سال نامزد چیز نمی‌کنه. اولا که من 2 سال نامزد نیستم. من تازه 2-3 ماهه. چیزی بهت بگم. ببین سر هر چی هم کلا بخوای بزنی. من سر هیچ کس کلا نمیذارم. چون ببین آقای اسماعیل من دارم چوب سادگیمو میخورم. از روز اول اگه گوری بودم الان این بلا سرم. من به شما اعتماد کردم. من گفتم آقای عسکری مزاحمم. نه یه خودش آقای اسماعیل زاده. من گفتم آقای اسماعیل زاده. من میدونم. ببین اینا یکی سر خودت نمیتونه کلا بذاری. انسان یکی هم سر من. ببین آقای اسماعیل زاده نکن. اگه پنجشنبه حاضر شب میای من بهت کمک کنم. میای نه. ببین آقای اسماعیل زاده سر قضیه آقای عسکری و آقای نویدو میدونم. اومدم به شما صادقانه گفتم مزاحمم شما شکایت کردم دادم به شما. بعد مزاحم شدم. نه نشدم ولی من توقع داشتم شما برادرانه با من شاید فردا تو تهرانی دانشگاهی چیزی 2 تا کار شما برای من انجام میدادی 2 تا کارم من واسه شما. ولی ببین اینا میگذره باشه من میام. من چون الان دستم زیر سنگه ولی جایی آدم خدا باید ببین من الان مجبورم چون من ترم آخرم. ببین یعنی من مجبورم. شما چرا مجبور نیستم؟ من ترم آخرم یه بادم بیفتم بابام دیگه نمیذاره بیام. چون من بعد از اگه بخوام مثلا جشن بگیرم دیگه نمیذاره بیام. شاید من اینقدر مؤمنن و اینا نمیذاره بیام. دیگه الان نمیدونم حالا هر چی راحت. من در خدمتتم. پس امتحان کلانم کمکم میکنی؟ من امتحانی که تا پنجشنبه داری کمکت میکنم. اون دو تا رو هم سوالاتشو برات ترجمه میکنم. سوالاشو کمک میکنم که اون رو سوالاتشو به شما نمیدم به دست شما بدم که ببری اینا. آها یعنی صد برگه ببینید. نه و اینا من کمکت میکنم. بعد پنجشنبه شب. خب پنجشنبه شب یا خونه رو شما ردیف کنم میام یا من رفتم شما میام. باش. پس شما به من زنگ بزن. من شارژ تلفنم تموم شد. باشه من زنگ میزنم.
دستتون درد نکنه. مرسی. بعد پس سوالای مالی و آمار هم برام میارید دیگه، عروش بنویسم. مالی و آمار رو من برات بدم. بعد من فردا با استاد همتی سوال دارم، امتحان دارم، البته چیزی نیست مبانیه، ولی اونم بگین بهم گیر ندن چون من انقدر استرس دارم. اونجا هستم، من ردیف میکنم برام. حالا هر چیزی بعد یه چیز دیگه آقای اسماعیلی دیگه، حالا دیگه حرفش پیش اومد، آقای رجبیون هم برام چیز میکنین اندازه‌ت هم باشه. نه ببین آقای رجبیون دیگه امتحان دادی؟ امتحان دادم، نوشتم و نه که ننوشتم، نمره کلاسی هم دارم. یه شمارهشو گیر بیاری من خودم باشم، چون من شاگرد خوبش بودم. شماره رو برات میدم. یک فردا شمارهشو بده تا برگا رو صحیح نکرده. دست درد نکنه. اگه برجه هاشو تحویل نگرفته باشه برجه رو میدم به خودت درستش کنی. اگه تحویل نگرفته باشه، اگه تحویل گرفته باشه فقط شمارهشو بشین. دست درد. فردا پس اینو به من میگی چون میخوام تا نمره رد نگی. دست درد نکنه. اگه برجه رو نبوده باشه برجه رو میدم، اگه بردم باشه شمارهشو بهتون. درسته. باشه دست شما درد نکنه، لطف کن جواب کن. من فردا منتظر شمام دیگه، جوابشو به من بدید دیگه. دست شما درد نکنه. لطفا. من سلامت. مرسی.